3 تا چیزی که قراره بعداً بفهمی، اما من میخوام توی این ویدیو بهت بگم. سلام، به روبرو خوش اومدید. با دونستن نکته‌هایی که قراره امروز بهت بگم، دیگه لازم نیست خودت حتما تجربهشون بکنی و احتمالاً کمتر راجع به گذشتت حسرت بخوری. نکته اول، نگرانی هایی که تو زندگیم داشتم معمولاً بی جهت بودن. همه اون لحظه هایی که فکر میکردم قرار همه چیز خراب بشه، اغلبشون هیچ وقت اتفاق نیفتادن. یه عالمه انرژی، استرس و شب بیخوابی صرف موضوعاتی شد که هیچ اهمیتی نداشتن. حتی یه جمله‌ای هست که میگه اگر یه موضوعی قراره که توی 5 سال آینده زندگی تو تأثیری نداشته باشه، بیشتر از 5 دقیقه براش وقت نذار. نکته دوم، بعضی از آدم‌ها فصل کوتاهی از کتاب زندگی ما هستن. در واقع ما فکر میکنیم هر آدمی که وارد زندگی ما میشه قراره تا ابد در کنار ما موندگار باشه، اما اینطور نیست. خیلی از آدما در حد یک تجربه تو زندگی ما باقی میمونن. اشکالی نداره اگر که آدما از زندگی ما خارج بشن و با رفتنشون چیزی رو به جا بذارن که باعث رشد و یادگیری ما میشه. و نکته آخر که به نظر من از همه‌شون مهمتره، اینه که ما بفهمیم خوشبختی لزوما رسیدن به مقصد زندگی نیست، بلکه توی اون مسیریه که ما توش داریم قدم برمیداریم. در واقع یه نقطه مشخصی وجود نداره که ما بخوایم بگیم ما الان خوشبختیم، بلکه همین مسیری که توی زندگی داریم طی می‌کنیم، بودن کنار خانواده، کنار دوستامون و داشتن سلامتی خودش خوشبختیه. اگر این نکته برات مفید بود، خوشحال میشم که با لایک و کامنت از من حمایت کنی.